The cat and the box یعنی گربه و کتی. در اینجا برای درس امروزه رو خوبتر فهمیدن کلمه ها رو در شکل تصویر برای شما آورده ایم و من یک بار کلمه ها رو با ترجمهش میخونم. این در داخل، on در بالای، under در زیر، in front of در پیشی، behind در پشتی، next to در بری، above در بالای. کلمه on و above رو فرقیتشون رو ما گفتیم که در مسافه می باشد و below در زیر. کلمه under و below نیز فرقیتشون در مسافه می باشد. between در بینی، on the left در طرف چپی، on the right در طرف راست. new words کلمه های نو. place مکان، جای. in در داخل. on در طوری، در بالای. under در پایانی، در زیر. above در بالای. between در بینی. next to در بری. right طرف راست. left طرف چپ. in front of در پیشی. behind در پشتی. below در زیر. here اینجا. there آنجا. inside در داخلی. outside در بیرونی. downstairs در پایان یعنی در آشیانه پایان. upstairs در بالا و یا در آشیانه بالا. box کتی. desk میز. chair کرسی. pen روچکه. book کتاب. hand دست. arm بازو. ear گوش. head سر. house خانه. circle دایره. triangle سکنجه. tree درخت. flower گل. turtle سنگپوست. cloud ابر. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد و از همه شما برای نوا را تا آخر تماشا کردن ممنونم. ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید. تشکر.